به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. در ادامه معرفی برندهای مختلف ما به برند نوبل رسیدیم. آلفرد نوبل که بود و ماجرای جالب و عجیب ایده شکل‌گیری جایزه نوبل چه بود؟ لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. این کتاب نوشته خانم کتی جو وارجین هستش که البته تلفظهای دیگه هم داره. روی این کتاب اینجوری نوشته هستش و ترجمه آقای کارن اقوامی. با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. آلفرد نوبل در 21 اکتبر سال 1833 در استکهلم دیده به جهان گشود و در 10 دسامبر 1896 در سان رمو در ایتالیا درگذشت. هستی او همچون مضمون کارهایی که از زندگیش باقی گذاشت اسرارآمیز بود. نوبل از خود ثروت قابل توجه و وصیت‌نامه‌ای به جای نهاد که نام او را در پهنه جهان مشهور ساخت. با این وجود نمی‌توان از باورهای او به طور دقیق و آشکار سر درآورد. خانواده نوبل که در اصل نامشان نوبلیوس بوده، در شرق نبلو در استان کریستیانشتات زندگی می‌کردند و نام آنها از حدود سالهای 1600 برای مردم شناخته شده بوده است. ایمانوئل نوبل مردی مخترع و صاحب نظر در امور صنعتی بود. او حدود 2 دهه در سن پترزبورگ در روسیه زندگی کرد. از جمله کارهایش در آنجا میتوان از ساخت مین‌های زیردریایی نام برد که در جنگ کریمه مورد استفاده قرار گرفت. به جز این تعداد قابل توجهی ماشین‌های تولیدی نیز ساخت. ایمانوئل نوبل 4 پسر داشت به نام‌های روبرت، لودویک، آلفرد و امیل که همه آنها از استعداد فنی قابل توجهی برخوردار بودند. روبرت و لودویک شرکت نفت برادران نوبل را تأسیس کردند و به استخراج نفت در باکو پرداختند. شرکت آنها در زمان خود یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی در روسیه بود. علاوه بر این، لودویک یکی از موفق‌ترین تولید کنندگان ابزار جنگی به شمار می آمد. آلفرد نوبل در استکهلم پا به جهان گذاشت. در 9 سالگی به سن پترزبورگ مهاجرت کرد و دوران جوانی خود را در آنجا گذراند. آلفرد نوبل 19 ساله در سال 1850 سفر تحصیلی خود را به کشورهای گوناگون آغاز کرد. مدت 1 سال در پاریس در رشته شیمی تحصیل کرد. به زودی به مطالعه در مواد منفجره علاقه‌مند شد و مطالعاتش را در زمینه کشف و اختراع مواد گوناگون تکامل بخشید. کشف بنیانی آلفرد نوبل در زمینه آتش‌سایی آغازین با چاشنی بود که نیروی ذخیره شده در نیتروگلیسرین را که روغن‌مایع غلیظی بود رها می‌کرد. او نوآوری‌های دیگری نیز در زمینه مواد منفجره داشته است. نوبل صاحب 1000 اختراع بوده که امتیاز 300 تا از آنها را به ثبت رسانده است. او برای رسیدن به نتیجه کار به هر نوع خطری تن می‌داد. علاقه و توجهش به ماده نیتروگلیسرین در پاریس بیدار شد. در سن پترزبورگ به اوج خود رسید و در استکهلم به فاجعه انجامید. پس از جنگ کریمه، ایمانوئل و آندریتا نوبل همسر او همراه با کوچکترین پسرشان امیل به سوئد برگشتند. در آن زمان ایمانوئل در زمینه تولید مین‌های زمینی و دریایی موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده بود. تولید او در این زمینه حتی توجه نیروی دریایی انگلستان را به خود جلب کرده بود. ایمانوئل نوبل در باغ هلنبوری در کنار پل سوئد در جنوب استکهلم سکنا گزید. آلفرد چند سالی در سن پترزبورگ باقی ماند
و در آن مدت با پشتکار فراوان روی ماده نیتروگلیسرین کار کرد و آزمایش‌های فراوانی انجام داد. در پاییز سال 1873 به استکهلم آمد تا امتیاز روش جدیدی را که در مورد ماده منفجره به دست آورده بود به ثبت برساند. در هلنبوری، در آزمایشگاه بزرگی که خارج از محل اصلی سکونت او بود، به آزمایش‌هایش در زمینه ماده منفجره ادامه داد. در یک سپیده‌دم در ماه سپتامبر سال 1864 فاجعه بزرگی به وقوع پیوست. تمامی منطقه از شدت انفجاری که ساختمان آزمایشگاه را به قطعات کوچکی تبدیل کرده بود آسیب دید. انفجار تقریباً به تمام ساختمان‌های نزدیک به آزمایشگاه آسیب رسانده بود. تکه‌های الوار به هوا پرتاب شده بودند و شدت موج ناشی از انفجار شیشه‌های خانه‌های مسکونی را تا مسافت درازی خرد کرده بود. یک تکنسین جوان، یک پسر پادو، یک خدمتکار زن، یک کارگر رهگذر و امیل برادر 21 ساله آلفرد نوبل قربانیان این انفجار بودند. به نظر می‌رسد که دلیل اصلی این حادثه آزمایش‌هایی بوده که امیل برادر کوچک آلفرد نوبل با تکنسین جوانی به طور مستقل بر روی ماده خالص نیتروگلیسرین انجام می‌دادند. آزمایش مزبور انفجاری را پدید آورده بود که به نوبه خود به انبار مواد منفجره در همان نزدیکی سرایت کرده و پس از آن موجب آن انفجار هولناک گردیده بود. علت رخ دادن چنین حوادثی بیشتر این بود که هیچکس به اندازه کافی از ویژگی‌های متغیر نیتروگلیسرین و رابطه‌اش با دما، رطوبت و میزان خالص بودن آن آگاه نبود. زمانی که حادثه روی داد، آلفرد نوبل 32 ساله خود در همان نزدیکی حضور داشت و شاهد آن بود. اما حتی مشاهده چنین حادثه‌ای نتوانست او را از پژوهش‌هایش باز دارد. آلفرد نوبل اندامی نسبتاً کوتاه و بدنی ضعیف داشت و در شمار افرادی نبود که بتواند از این نظر توجه کسی را به خود جلب کند. اکثراً تنها بود و افسردگی و تنهایی را به راحتی پذیرا شده بود. او از مرگ و پدیده‌های اسرارآمیز پس از آن هراسان بود. با این وجود ترس از مرگ نیز نتوانسته بود مانع از انجام تحقیقاتش شود. او آزمایشگاه دیگری بر روی کرجی در آبراه بوکهولم در ملارن بنا نمود که حدود 1-2 ماه از استکهلم فاصله داشت و در همانجا آزمایش‌های خود را برای رسیدن به هدف نهایی خود دنبال کرد. هدف اصلی او این بود که ماده نیتروگلیسرین را به ماده منفجره مهار شدنی و قابل حمل تکامل بخشد. نوبل در این زمینه موفق شد که پس از پژوهش‌های فراوان با روش‌های گوناگون سرانجام راه کار را پیدا کند. با ترکیب ماده نیتروگلیسرین و ماده اصلی سیلیکون خمیری به دست آورد و با استفاده از این ترکیب اگرچه مقداری از نیروی اولیه آن از بین می‌رفت، می‌توانست متغیر بودن ماده نیتروگلیسرین را مهار کند. نوبل این کشف جدید خود را دینامیت نامید و امتیاز آن را در سال 1867 به ثبت رساند. با کمک فتیله و چاشنی نیروی ماده خمیرمانند میتوانست تنظیم گردد و مورد استفاده قرار گیرد. نوبل اکنون تنها یک مخترع نبود، بلکه یک کارخانه‌دار، رئیس شرکت، متخصص در امور صنعتی و اقتصاددان نیز به شمار می‌آمد. آینده‌ای درخشان داشت و ثروت هنگفتی نیز به دست آورده بود. او ترجیح می‌داد که وقت خود را صرف اختراع باروت بدون دود کند و از این رو می‌خواست که ماده منفجره ژلاتینی بسازد که مقاوم‌تر باشد و بتواند در زیر آب نیز مورد استفاده قرار گیرد. نوبل مقتدر خانه باشکوه و زیبایی در ترونفاک خرید و مقیم پاریس شد. از سوی دیگر در استبل خانه‌اش اسب‌های خوبی نگهداری می‌کرد. کالسکه خود را به چرخ‌های لاستیکی مجهز کرده و محتاطانه و متین و در کمال آرامش آن را می‌داد.
چرخ لاستیکی در آن زمان وجود نداشت، اما از آنجا که نوبل نیاز بدان را تشخیص داده بود، آن را در کنار دیگر پژوهش‌های علمی خود ساخت و عرضه کرد. ابریشم مصنوعی، چرم مصنوعی و موتورهای گازی نیز از جمله اختراع‌هایی است که توسط نوبل به ثبت رسیده است. نوبل ویلایی در سان رمو خرید و روح تازه‌ای به کالبد شرکت بوفروش، شرکت اسلحه‌سازی سوئدی دمید. او همچنین طرح آخرین ایستگاه زندگی را برای دوستداران خودکشی ارائه داد. ایستگاه مورد نظر پانسیون آرامبخشی بود با استاندارد بالا که انسان‌ها می‌توانستند تصمیم خود را برای خودکشی در نهایت آرامش و احترام و با کمترین نابهنجاری عملی کنند. چون این طرحی هیچگاه عملی نشد، با این کار شاید منظور نوبل بیشتر آن بود که آرامش جامعه فرانسه را در هم بریزد. او اغلب به مرگ دیگران و به مرگ خود می‌اندیشید و در سخنان و نوشته‌هایش نیز آن را باستان می‌داد. فکر اینکه روزی فرسوده شود و در تنهایی بمیرد آزارش می‌داد. اندیشه به اینکه بمیرد در حالی که اطرافیانش فقط پزشک و کارمندانش باشند به شدت افسرده‌اش می‌ساخت. او می‌ترسید که روزی به طور واقعی نمیرد، اما دیگران مرده‌اش پندارند و زمانی که او را در تابوت بگذارند در زیر خاک جان بگیرد و زنده شود. نوبل با غلبه بر همه ترس‌هایش به انجام آزمایش‌های خطرناک خود روی ماده نیتروگلیسرین، این وسیله متغیر مرگزا، پرداخت. او به درستی و به روشنی خطر ویرانسازی آنی و حتمی را با استفاده از این ماده پذیرفته بود، اما هرگز راضی نبود و نتوانسته بود بپذیرد که این خطر به کندی از یک شرایط مشخص به شرایط نامشخص انتقال یابد. زنی که در زندگی آلفرد نوبل حضور داشته است، صوفیه هیس نام دارد. صوفیه دختری از یک خانواده فقیر بود که در یک مغازه گلفروشی در وین کار می‌کرد. نخستین بار که آن دو یکدیگر را ملاقات کردند، آلفرد نوبل 43 ساله و صوفیه 20 ساله بود. آلفرد در وین به یک مهمانی شام دعوت شده بود و برای رفتن به آنجا می‌خواست دسته گل بخرد. به نزدیکترین مغازه گلفروشی رفت. دختر زیبایی که در آنجا کار می‌کرد او را در خرید گل کمک کرد. دختر موهای تیره و چشمانی به رنگ آبی خاکستری داشت. قامتش کوتاه ولی خوش‌تراش بود. روحیه انزواگزینانه آلفرد موجب آن نشد که با دختر سر صحبت را باز نکند. صوفیه دختری زیبا بود، اما تحصیلات کافی نداشت. نوبل هرگز نتوانست این دو ویژگی او را، زیبایی و کمسوادی، با یکدیگر همخوان سازد. او جذب زیبایی دختر شده بود. صوفیه دختری سطحی و کمسواد بود و همین امر باعث آزردگی و دلسردی نوبل میشد. هنگامی که او میخواست به پاریس برود، صوفیه خواست که او نیز در این سفر همراهش باشد و در نتیجه آنقدر گریه و زاری کرد که نوبل پذیرفت او را همراه خود به پاریس ببرد. در پاریس آپارتمانی برای دختر اجاره کرد و دقت زیادی را به تربیت او اختصاص داد و دشواری‌های زیادی را بر خود هموار ساخت تا بتواند از یک دختر گلفروش زنی شایسته بسازد. اما طبیعی بود که آلفرد نوبل نمی‌توانست معجزه کند و به همین دلیل تصوراتش عملی نشد و بانوی آرزوهایش از نیایش‌های او نیز تکانی نخورد. او برای دگرگون کردن شخصیت صوفیه از هیچ دریغ نورزید. از جمله از نثار وقت، توان، فکر، نامه، پول و احتمالاً عشق، آن هم در بعدی گسترده. با این وجود در دراز مدت هیچ کدام از اینها نتوانست مؤثر واقع گردد. هیچ یک از آن دو، صوفیه و آلفرد نوبل، نه می‌خواستند و نه می‌توانستند در خود تغییرات اساسی ایجاد کنند. صوفیه هیس تا زمانی که دوست ثروتمندش آلفرد زنده بود بسیار از این امر راضی بود و زمانی که او درگذشت با استفاده از نامه‌های نوبل به خود و تحت فشار قرار دادن ماموران اجرای وصیت پول بیشتری به دست آورد. نامه‌های عاشقانه آلفرد نوبل به او حکم یک کالای بازرگانی را داشت. زمانی که صوفیه
از زندگی آلفرد نوبل کنار رفت، آلفرد می توانست کارهای علمیش را ادامه دهد، دست به اختراعات تازه‌ای بزند، امتیازات تازه‌ای را به ثبت رساند و آنها را تکامل بخشد. طبیعی است که همه کارهای او در جهت رفاه، آسایش و بهزیستی انسان قرار نگرفت. دینامیت هم در جنگ و هم در صلح قابل استفاده بود. او در زمینه ساخت وسایل جنگی نیز اختراعاتی داشت، از جمله توپ‌های ضد هوایی جنگی که هم برد زیادتری داشت و هم تأثیرات ویران کننده تری از توپ‌های جنگی عمومی و سنتی به جا می‌گذاشت. با وجود همه اینها، نوبل از جنبش صلح‌طلبانه زمان خود به شدت پشتیبانی می‌کرد. گفته می‌شود او معتقد بود که سلاح‌های ترس‌انگیز جنگی انسان‌ها را از دست بردن به آنها و جنگیدن باز می‌دارد. بدین وسیله که انسان‌ها از تأثیرات هراسناک این سلاح‌ها آگاه می‌گردند و در نتیجه از دست بردن به آنها خودداری می‌ورزند. احتمالاً آلفرد نوبل آرزو می‌کرده است که بدین وسیله در جهان توازن قدرت پدید آید، هرچند این اندیشه تاکنون به مرحله عمل نرسیده است. نوبل در ویلای خود در سان رموی ایتالیا در تاریخ 10 دسامبر سال 1896 مرگ را در آغوش گرفت. مرگی که از آن هراس بسیار داشت و در زمان حیاتش نیز این هراس را به تماشا گذاشته بود. او درست در حالی مرد که اطرافیانش را پزشک او و کارکنانش تشکیل می‌دادند، بی آنکه دوست و آشنایی در کنارش حضور داشته باشد. ماده نیتروگلیسرین تا لحظات آخر زندگیش با او بود، زیرا که تا آن زمان دچار چند حمله قلبی شده بود و پزشک به عنوان دارو آن را برایش تجویز کرده بود. آلفرد نوبل لحظاتی قبل از مرگش نوشت: نام این دارو را ترینیترین بگذارید تا مردم و داروخانه‌ها از نام واقعی آن نیتروگلیسرین دچار وحشت نشوند. او به خوبی به آنچه که کرده بود آگاه بود. در لحظات آخر زندگیش دچار خونریزی مغزی شد و روی میز کارش افتاد. او را به اتاق خوابش بردند، اما این مسئله موجب شد که قوه گویایی‌اش را برای همیشه از دست بدهد. آلفرد نوبل در پاریس وصیت‌نامه‌ای از خود به جای گذاشت که نام او را در جهان مشهور ساخت. تمام آنچه را که در وصیت‌نامه آمده به جز بخش آخر آن مربوط است به بخشیدن ثروتش به عنوان جایزه به کسانی که پس از او به انسانیت خدمت می‌کنند. بخش آخر وصیت‌نامه مربوط به خود اوست و در آن درخواستی را مطرح می‌کند: همانطور که خواستهای دیگرم را به طور کتبی مطرح کردم، می‌خواهم پس از مرگ رگ‌های مرا ببرید و زمانی که مرگم قطعی شد و پزشکان توانا آن را تایید کردند، جسدم را در کوره مخصوص سوزاندن اجساد بسوزانید. هستی و وجود آلفرد نوبل همچون محتوای اختراعات او اسرارآمیز شد، اما او خیال خود را در مورد مرگ حتمیش مطمئن ساخت. جایزه نوبل. ثروت و وصیت‌نامه آلفرد نوبل زمینه‌ساز جایزه نوبل شده است. او پس از مرگ خود بیش از 31 میلیون کرون پول و وصیت‌نامه‌ای به جای گذاشت که شخصاً به تنهایی و بدون مشورت یا کمک کسی آن را نوشت. دارایی نوبل در زمان خودش ثروت کلانی به حساب می‌آمد. وصیت‌نامه‌ای همچون ویژگی‌های دیگر او اسرارآمیز و تا اندازه‌ای درک آن دشوار بود. در آغاز به نظر می‌رسید که ثروت تقسیم نشده او که دست نخورده هم باقی مانده بود، از نظر بهره برداری اشکال زیادی در بر خواهد داشت. املاک و دارایی نوبل نخست در فرانسه بود، اما جای هیچ شکی نبود که ثروت او باید به سوئد منتقل گردد تا مشخصات وصیت‌نامه در مورد تأسیس بنیاد نوبل و توزیع جوایز صورت عملی به خود بگیرد. در آغاز کار مهم بود که به جهانیان شناسانده شود که آلفرد نوبل سوئدی بوده و نام او در دفاتر ثبت احوال سوئد ثبت شده است و از بگونه‌ای حساس و آسیب‌پذیر بود، زیرا وقف کننده پول یعنی آلفرد نوبل نشانی ثابتی در سوئد نداشت، چرا که روشن شد او پس از سن 9 سالگی به طور ثابت در سوئد ساکن نبوده است. کمی
پس از مرگ او یک هیئت سوئدی مسئله را بررسی و دنبال کرد و توانست ثابت کند که آلفرد نوبل محل سکونتی در بوفورش داشته است. دادگاه شهر کارلستاد مؤسسه‌ای بود که برای این کار در نظر گرفته شده بود تا بتواند از منافع سوئد و سوئدی‌ها حمایت کند. ثروت نوبل بی هیچ مشکلی به سوئد انتقال داده شد. این کار به شکلی انجام گرفت که مشکل ویژه‌ای پدید نیاورد. کسانی که عامل این انتقال بودند معتقد بودند که خطر این مسئله وجود دارد که قسمتی از این ثروت هنگفت در فرانسه شامل مالیات گردد. آنها می‌خواستند که از چنین پیشامدی اجتناب کنند و ثروت را به شکلی به سوئد انتقال دهند که کاملا قانونی باشد. پولها، اسناد و مدارک با وسایل نقلیه سریع از صندوق مخفی بانکی در فرانسه به سوئد انتقال داده شد. یک جوان سوئدی به نام رگنر سولمن که در زمان حیات نوبل همکارش بود، به عنوان محافظ مسلح این محموله را همراهی کرد. محموله نخست به کنسولگری سوئد در پاریس انتقال یافت و از آنجا در بسته‌های کوچک به سوئد فرستاده شد. پولها با تمام جزئیات خیال‌انگیز و اسرارآمیزشان راه خود را به محل واقعی خویش پیدا کردند. بنیاد نوبل در سوئد تشکیل شد و وظیفه یافت تا وصیت آلفرد نوبل را عملی سازد. این بنیاد مسئولیت امور اجرایی به کار انداختن ثروت نوبل، اداره امور مربوط به کارهای عملی و اداری و ارزشیابی امور و تقسیم جوایز را به عهده دارد. یک هیئت مدیره که مدیرعامل آن از سوی دولت انتخاب می شود این بنیاد را اداره می کند. بقیه اعضای این هیئت از سوی مؤسسات تقسیم جوایز انتخاب می شوند. بنیاد نوبل برگزار کننده میهمانی و جشنی است که هر ساله به مناسبت تقسیم جوایز برگزار می گردد. این بنیاد هر ساله کتابی چاپ می کند به نام جایزه نوبل که در بردارنده زندگی نامه و سخنرانی های افرادی است که موفق به دریافت جایزه نوبل می گردند. هر سال 5 جایزه داده می شود که شامل جایزه صلح، ادبیات، فیزیک، شیمی و جایزه در علم پزشکی می شود. جایزه دهندگان نیز عبارتند از فرهنگستان علوم، مؤسسه کارولین، فرهنگستان سوئد و نیز یکی از کمیته هایی که از طرف مجلس نمایندگان نروژ برای جایزه صلح در نظر گرفته شده است. جایزه نوبل می تواند به 2 کار تعلق گیرد و یا به طور مشترک به 2 یا 3 نفر که یک کار مشترک را انجام دادند داده شود. یک مؤسسه یا اتحادیه نیز می تواند جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص دهد. مبلغ جایزه سال به سال تغییر می کند و بستگی مستقیم به سود سالانه بنیادها دارد. کسانی شایستگی دارند نامزدهای جایزه نوبل را به این مؤسسات معرفی کنند که خود مستقیما سالانه از سوی بنیادها دعوت شوند و پیشنهادهایی را به آنها ارائه دهند. آنها اشخاص دارای حق این پیشنهاد هستند و فرهنگستانها یا شرکتها از این حق برخوردار نیستند. مؤسسات تقسیم جوایز کاملا مستقل هستند. آنها اجازه نمی‌دهند که از پیش از سوی کسی خارج از مؤسسه تحت تاثیر قرار گیرند. تصمیم جایزه دهندگان لازم نیست که از سوی دولت یا سازمانی تایید گردد. در کار اهدای جایزه نه دولت می‌تواند دخالت کند و نه شخصی به عنوان نماینده دولت. دهندگان جوایز کمیته‌هایی ایجاد می‌کنند تا در مورد نامزدی جایزه نوبل تحقیقاتی را آغاز کنند و نیز مسئولیت آن را برای تحقیق، جواب و سرانجام تصمیم‌گیری به عهده گیرند. مؤسسه نوبل نیز در این زمینه وظیفه مشابهی دارد، در این حال که به کار پژوهش نیز می‌پردازد. تقسیم جوایز در استکهلم و اسلو در روز 10 دسامبر سالگرد مرگ نوبل انجام می‌گیرد. این روز بزرگی برای بنیاد نوبل و نیز یکی از روزهایی است که مراسم ملی در آن برگزار می‌شود. جایزه نوبل از طرف پادشاه سوئد به افراد مورد نظر و در مراسم ویژه‌ای در سالن کنسرت استکهلم داده می‌شود. در نروژ مدیرعامل کمیته نوبل جایزه صلح را در سالن دانشگاه اسلو به فرد برنده جایزه می‌دهد.
دریافت کننده جایزه به جز پول یک دیپلم و نیز یک مدال طلا دریافت می‌کند. اگر جایزه نوبل نتواند در آن سال تقسیم شود، مبلغ مورد نظر به سال بعد اختصاص خواهد یافت. اعطای جوایز نوبل چند سال در خلال جنگ جهانی اول و دوم متوقف شد. فرهنگستان سوئد در مورد تقسیم جایزه ادبیات نوبل خود تصمیم می‌گیرد. این فرهنگستان در سال 1786 از سوی پادشاه سوئد گوستاو سوم پایه‌گذاری شد و وظیفه‌اش آن بود و هست که ادبیات داستانی، هنر، دانش‌های ادبی، شعر و دانش‌های زبانی، پالایش زبان و پژوهش‌های تاریخی را حمایت کند. فرهنگستان سوئد به توزیع جایزه نوبل و پرداخت کمک هزینه به افراد، مجلات و طرح‌های مربوط به روزنامه‌نگاری و مواردی از این قبیل نیز می‌پردازد. فرهنگستان این کشور هر سال سعی می‌کنند مبلغ ویژه‌ای را که برابر با 3 جایزه نوبل است به عنوان هزینه کار واژه‌نامه فرهنگستان مورد نظر اختصاص دهد. این هزینه از طریق پول اهدا کنندگان و از درآمد امتیازات فرهنگستان که برای انتشار روزنامه‌های داخلی دارد تأمین می‌شود. فرهنگستان سوئد از 18 عضو تشکیل می‌شود که برای تمام عمر و توسط خود فرهنگستان انتخاب می‌گردند. یکی از این اعضا رئیس فرهنگستان است که می‌تواند تا سن 70 سالگی در پست خود باقی بماند. برای هر 6 ماه یک مدیرعامل و یک معاون مدیرعامل در نظر گرفته می‌شود. تمام کسانی که در رهبری فرهنگستان عضویت دارند خود عضو آن نیز هستند. این بنیاد در 9 ماه از سال هر پنجشنبه نشستی برگزار می‌کند. در 20 دسامبر که برابر است با تولد پادشاه سوئد گوستاو دوم در ساختمان بورس در استکهلم یک جشن همگانی و با شکوه برگزار می‌گردد. در آنجا اعضای جدید در سر جای خود مستقر می‌شوند و در سخنرانی‌های خود از اعضای سابق فرهنگستان قدردانی به عمل می‌آورند. فرهنگستان سوئد زیر نظر هیچ مقام و دستگاه دولتی نیست. حدود نیمی از اعضای آن نویسنده و ادیب‌اند و بقیه نیز پشتیبان و نگهدارنده ادبیات و آشنا بدان. در آغاز کار بین افراد فرهنگستان همخوانی کامل در مورد توزیع جایزه ادبیات نبود. آنها بدین مسئله آگاه بودند که در این راه به دشواری‌ها و انتقادات زیادی در مورد تصمیم و انتخاب برنده جایزه برخواهند خورد. این بنیاد در ساختمان بورس نزدیک کاخ سلطنتی در استکهلم دفتر پذیرش و سالن‌های بزرگ وجود دارد. محل مذکور از دیرباز یعنی از قرن 18 به برگزاری چنین نشست‌هایی اختصاص داشته است. کتابخانه معروف نوبل نیز در همان ساختمان قرار دارد. همچنین دیگر مؤسسات توزیع جوایز فرهنگستان زبان به تشکیل یک کمیته نوبل دست می‌زنند که اعضای آن از 5 نفر عضو دائم و یک عضو جانشین تشکیل می‌گردد که از اعضای خود فرهنگستان انتخاب می‌شوند. کمیته برای مدت 3 سال انتخاب می‌گردد و حق تجدید نظر نیز دارد. کمیته نوبل به کار بررسی آثار ادبی از سوی اعضای آن که به دریافت جایزه نوبل ادبیات نائل می‌شوند نظارت می‌کند. این کمیته یک فهرست توضیحی از نام کسانی که نامزد جایزه هستند تهیه می‌کند. رئیس کتابداران کتابخانه نوبل به عنوان منشی کمیته انجام وظیفه می‌کند که حق رأی نیز دارد. جانشین او و نیز متخصص امور ادبی مؤسسه نوبل دارای حق رأی نیستند. کمیته در ارتباط نزدیک با همه اعضای فرهنگستان کار خود را به انجام می‌رساند. کار کمیته بررسی و گزارش آن به شکل فهرست توضیحی از نویسندگان نامزد جایزه از اهمیت بسیار برخوردار است. اما به هیچ روی به معنی آن نیست که فرهنگستان را به انتخاب برنده جایزه نوبل مقید سازد. کتابخانه نوبل جزو مؤسسه نوبل فرهنگستان سوئد است که بزرگترین کتابخانه شمال اروپا در زمینه ادبیات داستانی است. کتاب‌های آن اگر در کنار هم چیده شوند طول آنها به 4.5 کیلومتر می‌رسد. کتابخانه مورد نظر دقیقاً به آفرینش ادبی بین‌المللی و نیز انتقاداتی که در این زمینه می‌شود توجه دارد.
کتابخانه نوبل برای بهره‌گیری همگان باز است و با دیگر کتابخانه‌های عمومی همکاری دارد بی آنکه هیچ گونه کمک هزینه دولتی یا منطقه‌ای دریافت کند. بودجه آن کاملا از سوی بنیاد نوبل و فرهنگستان سوئد پرداخت می‌شود. کسانی که حق دادن پیشنهاد نامزد جایزه نوبل را دارند عبارتند از اعضای فرهنگستان و مؤسسات مشابه آن، استادان رشته ادبیات و زبان و نیز کسانی که قبلا برنده جایزه نوبل ادبیات شده‌اند. اینان می‌توانند افراد دلخواه خود را به عنوان نامزد جایزه نوبل پیشنهاد کنند. در این میان کسانی که مسئول کانون‌های نویسندگان هستند و چنین برمی‌آید که می‌توانند به شکل گسترده ادبیات داستانی کشور خویش را نمایندگی کنند نیز از این حق پیشنهاد برخوردارند. پیشنهادهای کتبی میبایست پیش از پایان ماه ژانویه در اختیار فرهنگستان سوئد و یا کمیته نوبل آن قرار گیرد. پیشنهادها باید انگیزه و دلیل کافی داشته باشند. کسی که قبلا به عنوان نامزد جایزه پیشنهاد گردیده و برنده نشده است حق دارد که دوباره نیز پیشنهاد گردد. هیچ کس نمیتواند خود را نامزد جایزه نوبل سازد. چون این پیشنهادی نه تنها از سوی فرهنگستان سوئد مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به هیچ تفسیری راهی به سطل زباله پیدا میکند. کمیته نوبل برای اینکه جان تازه‌ای به موضوع نامزدی جایزه بدمد دعوتنامه‌ای برای 1500 نفر از افرادی که حق پیشنهاد نامزد جایزه در درون گروه‌ها را دارند میفرستد. به هر صورت تمام کسانی که شایستگی پیشنهاد نامزد جایزه نوبل را دارند چه دعوتنامه دریافت کرده باشند و چه نه دارای حق دادن پیشنهاد. فرهنگستان هر سال 300 تا 400 پیشنهاد دریافت می‌کند. بسیاری نامزد واحدی را پیشنهاد می‌کنند. گستردگی پیشنهادها چنان است که می‌تواند در برگیرنده 100 تا 150 نام بشود. شماری از افراد پیشنهاد شده کسانی هستند که قبلا پیشنهاد شدند اما با این وجود 10 تا 12 نام تازه نیز به فهرست جدید پیشنهادها اضافه می‌شود. این مسئله بسیار غیرعادی خواهد بود که کسی در همان دور اول نامزدی جایزه نوبل برنده شود. تمام نامزدهایی که در زمان مناسب از سوی یک شخص یا مؤسسه یا با صلاحیت پیشنهاد یا مطرح شدند نامشان در فهرست نامزدهای جایزه از سوی کمیته نوبل می آید. در این مرحله نام هیچ کس از فهرست حذف نمی شود. فهرست پیشنهادها که ممکن است با نامهای جدید کامل گردد در دستور کار فرهنگستان قرار می گیرد. تمام کسانی که نامشان در فهرست ذکر شده مورد ارزشیابی قرار می گیرند در مورد نامزدهایی که ممکن است برای گرفتن جایزه مطرح باشند از سوی کمیته نوبل بررسی‌هایی آغاز می‌گردد. هرچه نام کسی بیشتر مطرح باشد طبعاً بررسی در مورد او گسترده‌تر خواهد. آثار نویسندگان مورد نظر و یا ترجمه آنها اگر در کتابخانه نوبل موجود نباشد تهیه می‌گردد. اگر نویسنده مورد اشاره به زبانی می‌نویسد که آثارش در دسترس نیست و از آن نیز ترجمه به عمل نیامده در آن صورت میتوان ترجمه آزمایشی کارهایش را ترتیب داد. متخصصان در سوئد و یا در خارج از آن برای کامل کردن بررسی‌ها به کار مشغول میشوند. در آغاز و در پایان اعضای فرهنگستان آن بررسی‌ها را مورد مطالعه قرار میدهند و چندین بار آنها را میخوانند. زمانی که کمیته نوبل کار بررسی خود را به پایان برساند فهرستی از افراد شایسته‌تر برای جایزه نوبل را در اختیار فرهنگستان می‌گذارد و خود نیز به یک تقسیم بندی میان پیشنهادهای گوناگون دست می‌زند. فرهنگستان معمولاً در اواسط یا اواخر ماه اکتبر برای انتخاب برنده جایزه تصمیم می‌گیرد. فرد برنده از طریق یک رأیگیری کتبی در اتاق‌های دربسته انتخاب می‌شود. برای اینکه انتخاب برنده جایزه معتبر باشد باید دست کم 12 نفر از اعضای فرهنگستان در رأیگیری شرکت کنند و نامزد جایزه بیش از نصف آرا را به خود اختصاص دهد. همین که فرهنگستان تصمیم خود را بگیرد این خبر به آگاهی عموم میرسد و برنده جایزه از طریق تلگراف از این تصمیم آگاه می شود. هنگام اعلام تصمیم فرهنگستان دلایل آن نیز به اختصار ذکر می شود.
دلایل و انگیزه‌های فرهنگستان نیز در دیپلمی که برنده جایزه در روز 10 دسامبر که روز نوبل است دریافت می‌کند نوشته می‌شود. شخص برنده با نزدیکترین خویشاوندانش به مراسم توزیع جایزه و جشن آن در استکهلم دعوت می‌شود. اگر برنده جایزه در مراسم دریافت آن سخنرانی نکند، به جای آن می‌تواند نوشته یا مقاله‌ای در اختیار فرهنگستان بگذارد که در کتاب سالانه نوبل چاپ شود. وصیت‌نامه نوبل که قاعدتاً سند ارزشمندی برای جایزه نوبل است، موضوع تعبیر و تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است. در اینکه او با اهدای ثروت خود جهت جایزه نوبل دارای نیت بسیار خوبی بوده است. از سوی هیچ کس مورد تردید نیست. با این وجود این موضوع مورد بحث بوده و هست که او با این وصیتش چه منظوری داشته است. محتوای وصیت‌نامه چیزی است که همه با آن توافق دارند، اما اینکه در عمل جزئیات آن چگونه باید اجرا شود نظرات مختلفی وجود دارد. اینکه جایزه نوبل یک اعتبار فرهنگی برجسته دارد و نیز پول آن مبلغ بسیار قابل ملاحظه‌ای است، توجه انسان را به اهدا کننده آن و نظراتش جلب می‌کند. همه جوایز میبایست مطابق با این بخش از وصیت‌نامه توزیع شود. آنها که در خلال سالهای دیرین به بشریت خدمت کردند. حاد بودن جایزه نوبل بسیار مورد بحث قرار گرفته است. انسان جوهر وصیت‌نامه نوبل را اینگونه یافته است که جایزه باید به کسانی داده شود که نتایج تازه کار آنان در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نمود داشته باشد و کارهای کهنه در همین زمینه تنها زمانی باید مورد توجه قرار گیرد که در زمان حاضر دوباره مطرح شده و یا مورد بحث قرار گرفته باشد. واپسین جمله وصیت‌نامه مخترع دینامیت این است: دهنده جایزه نوبل نباید مسئله ملیت گیرنده جایزه را مورد توجه قرار دهد. آیا مربوط به کشورهای اسکاندیناوی است و یا جای دیگر؟ آلفرد نوبل در مورد جایزه نوبل ادبیات مهمترین جمله را اظهار داشته است: جایزه باید به کسی داده شود که کارهایش دارای محتوا و سمت و سوی آرمانگرایانه باشد. تاکنون کسی موفق به دریافت منظور نوبل از واژه آرمانگرایانه در وصیت‌نامه‌اش نشده است. اینکه این موضوع در آینده روشن شود چندان امیدی نیست. آلفرد نوبل تنها کسی بود که می‌توانست این موضوع را روشن سازد، اما او هرگز چنین نکرد. خب دیگه تا جایی که میشد این کتاب کوتاه رو من تونستم براتون بخونم، هرچند که آخرش رو خیلی با سرعت بیشتری خوندم. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. برای معرفی برندهای بعدی در هفته‌های بعدی منتظر باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.